به نام خدا. دوستان سلام. در جلسه سوم آموزش نرم افزار وردوال، حالا که پروژه سازی رو انجام دادیم، میخوایم بریم برای بازی سوم. چون که محدودیت داریم برای ساخت بازی ها و با هر اکانتمون فقط 3 تا بازی میتونیم بسازیم، من بازی سوم رو هم اینجا توی فارسی میسازم و حالا با اکانت دیگه وارد میشم و بعد مجدد همین پروژه سازی ها اینا رو دوباره انجام بدیم. خب کرییت رو میزنم و بازی بعدی رو انتخاب میکنم. ببینید شما بازی های دیگه هم داره، تنوع زیاد داره، ولی اینها اکانت باید تهیه بشه. حالا اکانت ماهیانش تا من 250 تومن تهیه کرده بودم، الان شده 300 و فکر کنم 60,000 تومن. میتونید از سایت هایی که اکانت پرو میفروشن تهیه بکنید. ببین به من میگه که شما 2 تا از 3 تا رو بازی کردی و ساختیم و حالا محدودیت بر من قرار داده. خب من بازی سوم رو میخوام که متوجه سایر بازی ها بشیم. بازی هایی که برای فارسی مناسب تر هستش، من این بازی رو انتخاب میکنم که میتونم بازی سوم دوستان بهتره که از هیچ علامه نگارشی اینجا استفاده نکنین، چون خودش کلمه اون علامه نگارشی به اون یک کلمه حساب میکنه. حالا جمله دوم رو ببین، هرچی که بنویسیم آب هوایی که نه گرم است و سرد معتدل است. خب این دو تا جمله رو قرار میدم، میخوام یه توضیح بدم خدمتتون. چون این سایت از هوش مصنوعی پشتیبانی میکنه، اگر از روی عکس بخوایم انتخاب بکنیم، اون گزینه رو بزنیم، براتون تصاویر پیشنهاد میده با توجه به جمله‌ای که نوشتید. حالا میتونیم تصویر هم انتخاب نکنیم، مثلا تصویر رو میتونیم هم ریمووش کنیم، نیاز نداشته باشیم. خب دوم رو میزنم و بریم ببینیم بازی برامون طراحی کرد یا نه. خب زمینه رو هم ببینیم، یک زمینه که به آب و هوا مربوط باشه. الان اینجا این آب و هوا رو داره، در واقع تا تابستان بود انتخابش کردیم. تنظیمات رو گفتم خدمتتون. خب باید بکشیم و بیاریم ابتدا، چیزی که به راحتی در دسترس. حالا اگر استا بذارم ببینید رنگی نشد، رنگش تغییر نکرد، پس غلطه. جابجا میکنیم تا درست در بیاد. پس این جمله اول درست شد. جمله دوم که براش عکس انتخاب کردم، میتونستم عکس سایز کوچیک‌تر انتخاب کنم، من مدیوم انتخاب کرده بودم. خب گفتیم که آب و هوایی گرم است و سرد معتدل است. این شد جمله دوم برای مرتب کردن. بچه‌ها این بازی رو خیلی دوست دارن، بگین حتما بعد از بازی هم اسم خودشون رو بنویسن. میتونید یک فیلم راهنما براشون تهیه کنید که بدونن باید به چه صورت این بازی رو انجام بدن و حتما اسمشون رو وارد بکنن. زمان رو میزنه و امتیازی که به من داد، هر جمله 10 امتیاز داد، من 20 امتیاز گرفتم. میتونید آهنگش رو هم حالا اینجا قطع بکنید، ولی خب دیگه آهنگ داشته باشید برای بچه‌ها جذاب‌تر هستش. این از بازی که ما انجام دادیم و در واقع حالا اگر برم توی اکتیویتی 3 تا بازی انجام دادم. این بازی هایی هستش که شما مشاهده میکنید. ادامه بازی ها رو با اکانت دیگه براتون آموزش میدم. موفق باشین. خدا نگهدار.